تو سرت یه سکوت ترسناک هست، ولی زیر این سکوت یه جنگ همیشه فعاله. یه صدا میگه بیخیال، بذارش برای فردا. یکی دیگه فریاد میزنه همین حالا وقتشه. و تو بین این دو صدا گیر افتادی مثل همیشه، اما امروز فرق داره. ول کن بابا، الان حالشو نداری. بذار امروز رو ریکاوری کنی، از فردا جدی شروع میکنی. قول میدم. فردا؟ دوباره همون حرفا؟ همین حرفا هفته پیشم زدی. فردا میاد، بعد باز یه بهونه جدید. برنامه ریزی چی شد؟ اون پلن 90 روزه چی شد؟ آخه الان وسط هفته است، مغزم خسته است، خوابم کامل نبوده. یعنی من که نمیگم کلن بیخیال شیم، فقط الان نه. باشه؟ نه، اگه همین الان شروع نکنی بعداً اصلاً انگیزش نمیمونه. باید حتما از ساعت 8 شروع میکردی. الان دیگه دیره. تموم شد. صبر کنین. هیچ کس قرار نیست کامل باشه. هیچ کس قرار نیست همه چیزو امروز حل کنه. ما فقط یه وظیفه داریم، امروز رو خراب نکنیم. خب که چی؟ با 5 دقیقه کار که هیچی درست نمیشه. اشتباه میکنی. همه چی از همون 5 دقیقه شروع میشه. نه با برنامه ریزی عالی، نه با انرژی کامل. فقط با یه شروع کوچیک. ولی اگه همه چی طبق برنامه پیش نره چی؟ من باید همه چی درست باشه تا حس خوبی داشته باشم. هیچ کس با کمالگرایی جلو نرفته. اونی که موفق شده فقط امروز رو از دست نداده. فقط امروز رو زده به دل کار. یعنی فقط یه کار کوچیک، فقط برای امروز. فقط امروز. فردا رو ول کن. برنامه کامل رو فراموش کن. فقط یه کار کوچیک همین الان و نذار امروزت هم مثل بقیه روزا دود شه. 5 دقیقه شد، حالا دیگه قهرمانن؟ نه، ولی شروع کردی و این از همه مهمتره.